دادستان گارنیزون حربی کلوب ضد فرمانده دیدبانگاه سرحدی کاپیتان حسین دونیف برای مرگ سرباز حکیم جان صمدوف 19 ساله پرونده جنایی باز کرده است. حالا دادستان حربی اعمال این افسر مرزبانی را طبق ماده 391 قسم 3 میسنجد. در صورت اثبات شدن گناه کاپیتان با او از 12 تا 15 سال زندان تهدید میکند. کاپیتان دونیف همان روز خودکشی سرباز زیرتابه‌اش بازداشت شده است. ما نسبت سردار پست سرحدی کاپیتان دونیف حسین شدی با ماده 391 قسم 3 بند کدکس جنایتی جمهوری اسلامی یعنی برآمدن نظارت وکالت‌های خدمتی که باعث مرگ گردد پرونده جنایتی رو باز کردیم. 5 ایول سرباز صمدوف هنگام نوبتداری در مناره دیدبانی با استفاده از سلاح آتشفشان دست به خودکشی زده است. این در حالی است که والدین سرباز گفتند که آنها به فرضیه دست به خودکشی زدن پسرشان باور ندارند. آنها به دادستان گارنیزون حربی کلوب آمده پس از آشنایی با قضیه شکایت کردند که تا حادثه درست تحقیق شود. پدر سرباز میگوید به تن فرزند او 2 تیر زده شده است. اما یک تن از نزدیکان افسری بازداشت شده از ناحیه شمس‌الدین شاهین در صحبت با رادیو آزادی گفت که او در مرگ سرباز هیچ گناه ندارد. با گفته این نزدیک افسر که نخواست نامش را بگوییم، او از خانواده کمبیزوات است و مورد تهمت قرار گرفته است. دادستان نظامی گفت که پرونده خالصانه تحقیق شده از جریان آن رسانه‌ها را آگاه خواهند کرد. تفتیشات پیشکی واسه بیان ادامه داشته. از نتیجه با تفتیشات معلوم میشه. حکیم جان صمدوف تیرماه سال گذشته از دهه دیوشتیت شهر پنجکن به خدمت حربی جلب شده بوده است. او 1 سال به این طرف تا روز مرگش در ناحیه فرخار همسرحد با افغانستان خدمت میکرده است. امبودسمن و وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان در یک گزارش سالانه خود گفته است که در سال 2023 مرگ 40 سرباز در ارتش ثبت شده است. از این شماره به اطلاع امبودسمن 8 مورد خودکشی بوده، 6 نفر از بیماری فوتیدند. مقامات پیوسته تبلیغ میکنند که وضع در ارتش تاجیکستان بهتر شده است، ولی هنوز هم والدین برخی سربازان از شرایط ناگوار و آزار و اذیت نوسکران شکایت میکنند. محمود جان احمدزاده، آزادی، کلاب.